عمری ستاره زرین، مؤلف امانبک شاهزاده. در آن طرف شهر کابل، در آغوش تپه های تیره رنگ، قبرستان شهدای صالحین دامن پهن کرده است. آن از یک طرف به کوه تپه و از طرف دیگر قریب به شهر کابل پیوستگی دارد. این وادی خاموشان زیارتگاه مقدس ساکنان کابل می باشد. در آغوش این قبرستان آدمانی نیز هستند که راه عمر را تا آخر طی نکردند. آنها چون رعد و برق بهاری یک بار درخشیده با یک شراره از دنیا درگذشتند. آوازخوان نامی افغانستان احمد ظاهر از جمله چنین آدمان شهرتبار مردم افغان بود که همگی 33 سال عمر دید. پنجه خونین دشمن بخت و سعادت، انقترش دستان آدمان امین خونخوار، رشته حیات این بلبل خوشنوا را بی‌محل کندند. دل این عندلیب خوشعداد در عین چه چه زدن از صدا ماند. چشم او را ابدی شبنم پوشید. روح بیشکست او ره به دلها گرفت و سینه هواداران سرود و ترانه را ابدی آشیانه کرد. ما به زیارت قبر احمد ظاهر می رویم. از پس و پیش صدها نفر آدمان و زیارت آرامگاه او روانند تا که با مزار او گفتگو نموده سرود دلنشینش را بار دیگر به خاطر بیاورند. سنگ سردی مزارش از سردی زمستان باز هم سردتر شده بود، اما نفسهای گرم مخلصانش سنگ را در یک دم گویا گرم می کردند. همه خاموش و ساکین. در این خاموشی دل احمد ظاهر از نو می تپید. سرودش سنگ خارای بالای قبر را سوراخ نموده یا از قلب بیغشش بلند گردیده و دورا دور تنین انداز می شد. باز در پیروی این سرود ترنه ها از کیم کدام گوشه پیدا شده راه به سوی کابل می گرفتند. احمد ظاهر به کسی تقلید نمی کرد. او آواز خود، استعداد خود و جاذبه خود را داشت و از مکتب‌های زیادی هنری نگذشته بود. اولین بار استعدادش هنگام تحصیل در مکتب حبیبیه شهر کابل روشن شد. او آن وقت خیلی جوان بود. تنها با هم‌آوازی گرمان سرود می‌خواند. همسبقانش استعداد او را درک کرده بودند و او نام بلبل حبیبیه گذاشتند، ولی سفر به هندوستان و تحصیل در یکی از دانشکده‌های هنری آن به استعداد احمد ظاهر تابش و تراوت نو بخشید. پیوستگی او به موسیقی خیلی استوار گردید و دست به نوجویی زده بود. بعدتر احمد ظاهر به دیارش برگشت و سرود او پرواز بلندتر گرفت. بعد بازگشت احمد ظاهر در اداره روزنامه کابل تایمز و چند وقت در افغان فیلم کار کرد. در همین دوره عمرش را تماما به موسیقی داد. او 7 سال قبل از وفاتش گفته بود: من همواره با تمام وجودم و با تمام احساسم عاشق بودم. بله، سخن احمد ظاهر با کارش موافقت میکرد. او عاشق بود، عاشق ترانه و سرود. احمد ظاهر آوازخوانی بود که در مرکز سرودش از همه پیش انسان کامل می ایستاد. او با ساز و نوای خوشش پیش از همه آدمی را ترنم میکرد که در اندیشه خیر خواهی انسان می باشد. احمد ظاهر عاشق حقیقی را که عشق به او راهنمایی میکرد ترنم می نمود. آوازخوان نامی آرزو میکرد که آدمان خوشبخت باشند. با این مقصد گفته بود: آرزو دارم یک روز شاهد خوشبختی انسان ها باشم و این خوشبختی به وسیله صلح و همبستگی و دوستی و همکاری انسان ها میسر است و بس. احمد ظاهر به مثل دیگران مادرش را خیلی دوست داشت. در شخص مادرش تمام مادران روی عالم را محترم می شمرد. بسیار می خواست که آنها خوشبخت و سعادتمند باشند و داغ فرزندان خود را هرگز نبینند. وقتی که احمد ظاهر در بیمارستان بستری بود، خبر وفات مادرش را می شنود. او با دل 100 پاره به سر جسم بیجان مادرش می شتابد و با آه و افغان جانگداز بیت‌های زیرین را زمزمه می کند: بنازم قلب پاکت مادری من، بگردم دور خاکت مادری من. احمد ظاهر آوازخوانی بود که غرور هنری را میپسندید و میخواست که این غرور
به فایده عموم باشد. از این لحاظ باری گفته بود غرور هنری شکست هنر را باز می آورد. در کار هنر رقابت سازنده است، اما به شرط اینکه رقابت ها سالم باشند و نه حسادت آمیز. این سخنهای احمد ظاهر اساس داشتند و در هنرمندی به هیچ کس حسادت نمی ورزید. اگر یگان همکارش کامیابی ایجادی به دست می آورد و یگان آهنگ و سرودی تازه می آفرید، احمد ظاهر یکمین شده او را با این پیشروی تبریک می کرد. او وقتی خود را به آنها نمی گذراند. بسیار می خواست که دانش موسیقی خود را به آنها یاد دهد، تجربه آنها را آموزد. یکی از حافظان نامی رادیو و تلویزیون افغانستان وهاب مددی یک لحظه هم صحبت شدن خود را با احمد ظاهر به خاطر آورده می گوید: بار سرودی نوی آفریدم. بعد اولین بار خواندنم پیش از همه با احمد ظاهر دوچار شدم. او تبسم می کرد. من از تبسمش اول چیزی را پی بردن نتوانستم. بعد لحظه احمد ظاهر گفت: سرودت را شنیدم، بسیار گوارا و پسند است، تو را تبریک می کنم. احمد ظاهر از جمله سرایندگانی بود که سفر کردن را دوست می داشت. او به بسیار مملکت‌های خارجی سفر کرده بود. حافظ نامی به زیست و زندگانی آدمان مملکت‌های گوناگون با چشم حقیقت بین نظر می کرد. او در شتات‌های متحده امریکا، فرانسه، انگلیا، ایتالیا، استرالیا و دیگر مملکت‌ها بود و با چشم خود دید که آدمان این مملکت‌ها تا چه اندازه هنوز بی حقوقند. از حال و احوال مردم بینوای مملکت‌های کپیتالیستی افسوس می‌خورد. درد و علم دلش زیاد می‌گشت. در ضمیر دلش سرودهای پیدا می‌شدند که به واسطه آنها آزادی و برابر حقوقی، انصاف و عدالت، سرنوشت نیکو آینده خلق زحمتکش را وصف می‌نمود. خصوصا سرود و ترانه‌های انقلابی احمد ظاهر بلند پرواز کردند. ولی چنین سرودهای او به دشمنان خلق افغان نفارید. با او خواندن سرودهای انقلابی را منع کردند. در دکانهای افغانستان فروختن فته‌هایی را که در آنها سرودهای انقلابی احمد ظاهر ثبت شده بودند اجازت ندادند. دشمنان می‌خواستند که آواز بلند او را در گلویش پخش کنند. آنها نمی‌خواستند که سراینده نامی با ترانه‌های انقلابی خود خلق را به مبارزه دعوت نماید، ولی سرود را کشتن امری است محال. زندگی احمد ظاهر با دیگر ترانه‌های انقلابیش در فضای زندگی مردم اذیت کشیده افغانستان پرواز کرد. احمد ظاهر به سابق اتحاد شوروی و مردم آن توجه خاص داشت. به این مملکت بی‌نظیر سفر کردن را آرزو می‌کرد. حالا در افغانستان بیشتر از 30 فته این سراینده نام محفوظ است. در آنها صدها سرودهای احمد ظاهر ثبت کردیدند. مردم این فته ها را چون گوهره که چشم خود حفظ می کنند. در فاند اطلاعی تلویزیون افغانستان ثبت سرودهای احمد ظاهر موجود می باشند. حالا روزی نیست که از بین این لنته ها نمونه ها پیشکش تماشابینان گردانده نشوند. دشمنان آزادی خلق افغانستان از پس نابود کردن احمد ظاهر شدند. دسته های خوناشام امین جلاد در این کار رذیل اولین بودند. همسر ماتمزده احمد ظاهر بعد مرگ فاجعه‌ای شوهرش در مصاحبه با روزنامه‌نگاران چنین گفته بود: مرگ شوهرم یک واقعه عادی نبوده است. 2 روز پیش از مرگش دروازه خانه مرا کوبیدند. مردی ناشناس بود که با شوهرم به خانه آمد و لحظه چند گفتگو نمودند. او بسیار سراسیمه بود، شتاب زده می نمود و پس از آن که با شوهرم گفتگو کرد با شتاب بیرون رفت و احمد ظاهر را دیدم که پریشان حال شد. سکوت کرد و آنگاه گفت: این مرد مرا میگوید که یکی از دوستان من با 2 نفر دیگر وظیفه دارند تا مرا به دام بیاندازند، ولی من این گپ ها را نمیفهمم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ و 2 روز پس از این ماجرا خبر مرگ احمد ظاهر را آوردند و 1 روز پس از مرگش در میان انبوه نوحه ها و ناله ها گریه نوزادی نیز به نوحه های دیگر آمیخت و این دختر احمد ظاهر بود که هرگز پدرش را ندیده است. و دخترچه نوزاد شبنم نام گذاشتند. از روز مرگ فاجعه‌ای احمد ظاهر 1 سال گذشته بود. در روز 1 سالگی مرگش مجله آواز چنین نوشت:
نامی احمد ظاهر در هر جا و هر محفل بر سری زبان هاست، ولی خودش در میان ما نیست. او قربان شد، قربان دشمنان انسانیت، شرف و ناموس، قربان انسان‌هایی که از مفهوم هنر و موسیقی اصلا خبر نداشتند. امین جنایتکار و دسته خوناشامش بر احمد ظاهر این افتخار هنر و موسیقی کشور ما نیست رحم نکرد. ولی این فرومایگان و دشمنان هنر نفهمیدند که احمد ظاهر گوهری بود کمیاب. قبرستان شهدای صالحین دلی را در دل خود پناه کرده است که تنها از سرود و ترانه ها عبارت بود. آن دلی بود که به دلهای دیگر آتش بخشید. برای همین آدمان زیاد در نزد مدفن احمد ظاهر سری تعظیم فرود می آورند. تعظیم آنها این معنی را دارد: روح تو چون سرودی تو پاینده و جاوید باد، بلبلی در نیمه راه از آواز مانده.